خب محصولات ما که است از دو ولایت است، یکی ولایت قندهار است، یکی از ولایت ننگرهار است. یعنی یک خانه که می‌بینید خودتان از ولایت قندهار آوردیم که همش دوزیم باشه، در خانه می‌دوزیم، کارگاه داریم و این محصولات ما که است از ننگرهار است. من رجبی هستم، مدیر عامل شرکت رنگسازی الوان فام از مشهد آمدم کابل. با یک دانه کیف پول دادیم که کیف پول ما دارای 3 خانه می باشه، درش تلفن جای میشه، پول کارت بانکی، یک خودش اندازه یک بیت کار میته. ایرا سابق ما از ایران می آوردیم، ایرانی ها ایرا به نام برکت آشپزخانه میگن. قابلی کندوزی است. یعنی غذای ما به نام تاکو است، سامبوسه است، کلچای وطنی است، پراته است. یک دفعه که چارج شوه تا 60 و 70 کیلومتر راه میره. ما دیگه حالا بخیر کجا میریم؟ من هر جایی که شما میرین من میرسانم شما. زهرا جان الگویتان قرار بدین که نام خدا چقدر یک دختر فعال از خودش یاد کرد که من نقاشی کردن رو دوست دارم، ولی فعلا ببینین با دهن. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود نثار یک شما خوبان، با امید از اینکه هر کجای که هستین جور و صحت و سلامت باشید. بازم من تمنا امیری در یک برنامه کاملا متفاوت دیگه در خدمت شما وطنای عزیز هستم. هموطنان عزیز، ما امروز آمدیم به نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان و ما میخوایم که امروز ما و شما بینندای عزیز، چرا که ما هر جایی که دیدن میکنم میخوایم شما هم همراه ما باشین، پس امروز هم همگی ما یک جای میریم دیدن میکنیم از نمایشگاه، بریم ببینیم که افغانهای عزیز ما چه دستاوردها و افتخارات را امروز اینجا دارن و قرار است که برای ما و شما به نمایش بگذرانه. پس چی خوب است که بیننده برنامه ما تا آخرین دقایق این لحظات باشین. دیگه ما همه تو کم کم روان هستم. نام خدا امروز اینجا بسیار همه تو جمعیت مردم است و خوبی گپ در کجاست که امروز اینجا دختر خانما هم اینجا تشریف دارن. میریم از محصولاتشان دیدن میکنیم که قرار است امروز کدام چیزها را بر ما و شما به نمایش بگذرانن. پس شما ما را همراهی بکنین. هموطنان عزیز، ما در قسمت اول برنامه یاد کردم که امروز ما قرار است که افتخارات افغانهای عزیز ما را در این نمایشگاه به نمایش بمانیم، ولی ناگفته نمانه که خوشبختانه ما از کشور دوست همسایه ما همچنان اینجا امروز با خود داریم که یک از خانمای موفق هم امروز اینجا حضور داره که ما میخوایم امروز برام صحبت کنم که مصروف کارم هستن دیگه فعلا. پس شما مرا همراهی کنین. سلام علیکم. خوب هستین انشالله؟ متشکرم، مرسی، در خدمت شما هستم. اولا خب نام خدا خانم خوش‌طلقه و زیبا، خوش آمدین به افغانستان. سلامت باشید، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. سلامت باشید. نام زیبایتان؟ من رجبی هستم، مدیر عامل شرکت رنگسازی الوان فام از مشهد آمدم کابل. بسیار عالی. اول ما میخوایم دیدگاهتان، نظرتان ای که به این نمایشگاه شما آمدین، گفتنی شما چی است؟ حقیقتا راستش رو بخوام بگم قبل از اینکه پام برسه توی کابل، یعنی تو هم پرواز که بودم، بسیار استرس داشتم، نگران بودم که اینجا کجاست، حتی پشیمون هم شده بودم، گفتم که شاید امنیت نباشه و یه نگرانی‌های خاص خودم رو داشتم. اما بعد از اینکه آمدم و دیدم چقدر این کشور کشش پیشرفت و گسترش رو داره و چقدر استقبال میکنن از دانش‌های فنی نوین و پیشرفت کلاً علمی، خب من هم خیلی مشتاق شدم و الان خیلی خوشحالم که تونستم توی این نمایشگاه شرکت بکنم و حقیقتا غافلگیر شدم، مثلا فکر نمی کردم که به این صورت باشه. بسیار عالی. میشه که در مورد محصولاتتان بر ما بگین؟ بله، ما شرکت دانش بنیان هستیم که مدیران این شرکت 3 خانم هستیم، هممون از نخبه های ایران هستیم. نام خدا؟ عرضم به حضورتون که ما اونجا محصولاتی رو اختراع کردیم و ثبت کردیم و همینطور داریم الان توی ایران کار میکنیم
به کشورهای مختلفی رفتیم و خودمون رو پرزنت کردیم از جمله کابل. اما با توجه به همونطور که عرض کردم کششی که کشور افغانستان کابل مخصوصا داره نسبت به پیشرفت و حمایتی که بزرگان این کشور کردن، مثلا من میدونم که شاید سخت باشه اینجا شهردار رو دید، شاید سخت باشه وزیر دفاع رو دید، به محض اینکه من درخواست کردم و خواستم که باشم ملاقاتی داشته باشم خودشون تشریف آوردن و من تونستم باشون صحبت بکنم و این خیلی برای من مطلوب و خوب بود از این که استقبال میکنن. اینطور نیستش که بگذرن از یک موضوعی و مشخصه که یعنی من احساس میکنم که در زمان بسیار کمی کابل بسیار رشد خواهد کرد و من اینو دیدم. شما مهربان و بزرگوار هستین. چند نمونه کارتان اگه اینجا فعلا باشه؟ ببینید یه سری از محصولات ما به درد صنایع دفاع میخوره مثل رنگ‌های ضد آتش ما که ما میتونیم این رو روی یک پلیت فلزی بزنیم و حرارت خیلی زیادی بهش وارد بکنیم اما اون کاغذ حتی یک کاغذ یا چوب آتیش نمیگیره. مثلا اگر مخازن نفت و گازی در اینجا باشه، لوله های گازی باشه که اگر سوراخ بشه نتونن اون رو جوش بدن به خاطر اینکه انفجار ایجاد میشه، ما یک چسب خیلی خاص داریم که این رو اختراع کردیم خودمون و از بومی سازیش کردیم. این از آلمان وارد میشه. میتونن از اون چسب استفاده کنن برای اینکه با کمترین هزینه و کمترین وقت به جای اینکه اون مخزن خالی بشه تا اینکه انفجار صورت نگیره با همون چسب در حد جوش اون رو تعمیرش کرد و بهش میگن چسبای تعمیراتی بنزولا. بسیار عالی. امروز دیگر روز دوم نمایشگاه است. توجه مردم، نظریات مردم در مورد محصولاتتان از دیدگاه خودتان چگونه بوده؟ میگم خیلی استقبال شد، هرچند که این موضوع بسیار تخصصی هست و نیاز بود که من بزرگان این کشور رو ببینم، از جمله شهردار، از جمله وزیر دفاع رو ببینم، باش صحبت بکنم و اونا هم حاضر شدن و با هم صحبت کردن. میگم محصول ما محصول عامی نیستش که همه بسن، باید تخصصی باشون صحبت کرد. بسیار عالی. انشالله که موفق باشین. یک بار دیگه خوش آمدین به افغانستان. سلامت باشین شما. دیگه هموطنان عزیز، ما برنامه ما ادامه داره، شما ما را همراهی بکنین. بله هموطنان عزیز، اینجا دیگه فعلا این دو دختر بسیار امات و ماهر و با استعداد اینجا است که نقاشی میکنن و قسم که شما در تصویر بینیده است نام خدا چقدر یک نقاشی های امات و مقبول کشیده که فعلا ما میخوایم اول امرای امی دختر خانم که بسیار امات و قندولک است و زیباست اینجا هست و نقاشی های بسیار عالی را رسامی میکنه، همراهشون یک صحبت داشته باشیم. سلام خدمت خودت. علیکم سلام، تشکر. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، سلامت باشین. امی نقاشی هایی که مقبول که چشم ما اول دمی نقاشی خودت رسامی کردی؟ بله خودم رسامی. نام خدا، بسیار یک دختر با استعداد هستی. میشه که نام زیبایی تا بر ما بگی؟ اسم من زهرا محمدی از ولایت کاپیسا. زهرا جان قند، اما تو که نام زیباست، خودت و رسامیای تا اما تو مقبول و زیباست. هموطنای عزیز، شما قسمی که در تصویر میبینید تمامی رسامیای مقبول از زهرا جان کشیده. زهرا جان عزیز، چطور باعث شد که خودت بتانی شروع به نقاشی کردن کنی؟ عشق علاقه که از کودکی داشتم سبب شد که من نقاشی کنم و پیشرفت بتونم نقاشی کنم. بسیار عالی. چند رسم تا هنوز خودت کشیدی؟ تقریبا بیش از 50 اثر من دارم. نام خدا. کی حمایتت کرد که زهرا جان ادامه بدی و نقاشی بکنی؟ از من سپورتر اول زندگیم پدر جانم است، خانواده‌ام است که همیشه دایره خیلی تشویقم کردن و بعد از او انسانای مثبتی که دور و برم هستن همیشه تشویقم کردین به این کار. همین سبب شده که من بتونم در کارم پیشرفت کنم. نقاشی را خودت چگونه میکنی؟ اگر یک کوتاه بر ما نشان بدی، من میخوایم، بسیار مشتاق هستم که رسامی خود ببینم. همراه دهنم نقاشی میکنم. کار کنم؟ بسیار عالی. همراه دهنتون اگر حال براتون مشکل نیست میخواین انجام بدین چقدر خوب میشه. خب درست است. تا وسایل آماده میکنن، ما میخوایم که یک نمونه از نقاشی زهرا جان ببینیم. اینجا یک خواهرک دیگه ما هست که نام خدا تو رسم بسیار مقبول کشیده، میخوایم امروز یک صحبت داشته باشیم. سلام علیکم. سلام. نام زیبایتان؟ سمیرا هستم. سمیرا جان اینجا است و میخواد که یک نقاشی را بکشه. سمیرا جان در مورد نقاشیتان بر ما بگین. خب این نقاشی با پنسل از قسم میبینین
1 ساعت پیش شروع کردیم و حالا تقریبا تمام است. نام خدا هموطنان عزیز با اجازه دیگه سمیرا جان یک رسم بسیار مقبول کشیده که زیادتر در این وقتا تمام کسا اقسم یک نقاشی را خوش میکنه که چهره هم است. نام خدا بسیار مقبول کشیده. چقدر وقت دیگه در بر میگیره که تکمیل بسازی سمیرا جان؟ تقریبا 1 ساعت دید. 1 ساعت دیگه. چقدر وقت میشه که خودت نقاشی میکنی؟ من تقریبا 2 سال میشه که نقاشی میکنم. خودت چی باعث شد که شروع بکنی به رسامی کردن و نقاشی کردن؟ خب قسمی که زهرا جانم گفت من خیلی شوق داشتم، خیلی علاقه داشتم از خردکی، همیشه می‌خواستم نقاشی کنم و به آرزویم رسیدم. خدا نام خدا انشالله که همیشه موفق باشی. سلامت باشی. سلامت و بخیر باشی. اینجا هم دیگه فعلا زهرا جان شروع به کار میکنه. نام خدا یک دختر بسیار با استعداد که میخواد فعلا اینجا بر ما یک رسم اما تو کوتاه بکشه و من میخوایم در قسمت یک جمله بسیار خوب یاد کنم. هموطنان عزیز شما به هر آرزویی که دارین میتونین برسید، فقط اراده داشته باشید. مهم نیست که چه چیزی مانع شما میشه در زندگی، فقط اراده داشته باشین. مثل زهرا جان الگویتان قرار بدین که نام خدا چقدر یک دختر فعال از خودش یاد کرد که من نقاشی کردن رو دوست دارم، ولی فعلا ببینین با دهن که چقدر یک کار مشکل است که هر کس نمیتونه اینجا نقاشی میکنن و شما بیننده هستین که چقدر رسمای مقبول را کشیده که حتی من که اول دیدم باورم نشد، ولی حالا که میبینم واقعا دختر بسیار با استعداد است و دختر بسیار عالی و با استعداد. دیگه ما منتظر هستیم ببینیم که زهرا جان درسته. زهرا جان همین قدرم که بر ما شروع کردین بسیار زیاد است، چون که وقت هم کم است. هموطنان عزیز ببینین چون فعلا یک زرگک زهرا جان هم مانده شده، نقاشی رو زیاد کشیده، کمکش اینجا کشیده، ولی نقاشی که میگن چند دقیقه پیش پدرجانش گفت تکمیل کرده این نقاشی است. شما هم در تصویر بینده باشین چقدر زیبا، چقدر یک گلهای بسیار مقبول کشیده. زهرا جان این را در چقدر وقت خودت رسامی کردی؟ این نمیشه دیروز کار کردم، نمیشه امروز. بسیار عالی. همیشه هم تو با همت باش، تلاش کو، کوشش کن، انشالله که از این قدم خودت پیشرفت میکنی. تشکر. سلامت باشی، بخیر باشی. هموطنان عزیز دیگه اینجا قسمی که شما میبینین نقاشی های بسیار مقبول و زیباست، دیگه تصاویر، تابلوهای بسیار عالی و مقبول و زیباست. شما چند تصویر از این نقاشی های بسیار زیبا بیننده باشین. خب هموطنان عزیز قسمی که ما پیشتر هم گفتم نام خدا اینجا بسیار کلان است، همینطور رسامیا و همچنین تابلوهای بسیار مقبول اینجا هست که همچنان دختر خانمای بسیار زیبا با استعداد همچنان امروز اینجا بسیار حضور داره که اینجا یک دختر خانم خوش سلیقه و زیبای دیگه هم در کنارم است که میخوایم امروز صحبت کنم. سلام علیکم. سلام، خوب هستین شما؟ سلامت باشین. نام زیبایتان؟ ما استاد نیلوفر هستم، استاد گالری هنری سوکی برق سمت برچی. نام خدا استاد هستین خودتان؟ بله. بسیار عالی. اینمی نقاشیایی که بیخی دیگه چشم مرا از اول اینمیا جلب کرد. میخواستم ازتون بپرسم که این نقاشی ها رو شما رسامی کردین؟ نه خیر، این نقاشیایی که اینجا میگردین کلا مربوط شاگردای میشه و اینجا تابلوی از ما نیست. از شاگردایتان که نام خدای با استعداد از خدا نه خودتان چه رسمای مقبول بکشید؟ بله همون معلوم شه. بسیار عالی. نام خدا. میشه که کوتاه در مورد ازی بگین که چقدر شاگرد دارین و علاقه خودتان در مورد نقاشی بر ما بگین؟ ما تقریبا حدود 400-500 شاگرد دارم. گالری من سمت برچی هست دیگه. حدود 11 سال میشه که کارمونم، 8 سال شاگرد بودم و یعنی تقریبا 3 یا 3.5 سال میشه که استادم. نام خدا. امروز که در اینجا شرکت کردین خودتان، کسایی که اینجا میایند در مورد این نقاشی‌های زیبا چی نظر دارن؟ چقدر شما را حمایت میکنن؟ چقدر انتخاب میکنن؟ والا خیلی حمایت زیاد میکنن، سفارشات زیاد میدن دیگه، ولی فروشات خیلی کم است چون قیمت‌ها خیلی بالاه. بسیار عالی. نام خدا. هموطنان عزیز قسمی که شما در تصویر میبینید بسیار یک رسما و همچنان نقاشی‌های اینجا بسیار تمامشان مقبول است.
واقعا بسیار عالی. شما ان شاء الله که موفق باشین. اگر در اخیر کدام حرف و پیام باشه کمری ما خدمت. سلامت باشین. ما پیامم فقط برای خانواده ها می است که فرزندانشان در هنری که علاقه دارن اونا رو مانع نکنن، حمایت کنن، اونا رو تشویق کنن تا که بتونن به اون چیزی که میخواین برسن. سلامت باشین. ان شاء الله که شما موفق باشین. و همچنان اینجا یک از هموطنای ما که نام خدا فکر میکنم کدام نقاشی رو خوش کردن، خرید میکنن یا کدش عکس میگیرن. چون امروز مرد دختر خانم یا هر کسی که میبینه نقاشی مقبوله که میدید میگفت باش من یک عکس بگیر. باش کبروشان یک صحبت کوتاه داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ وقتتان بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر. امروز خودتان دیگه به این نمایشگاه اشتراک کردین. والا ما تازه از خارج از کشور آمدیم و ما یک جای بسیار جالب دیدنی بود و خواستم که از نمایشگاه بین‌المللی افغانستان یک دیدار داشته باشم و نقاشی هایی که دختر خانم‌های افغانستان با دستان خود نقاشی کردن خواستم یک دیدار داشته باشم. واقعا جای دیدنی و خوشایندی است و لذت میبرم. نام خدا بسیار عالی. چقدر دلتنگ وطن شدین که امروز آمدین، خصوصا در یک جای امروز آمدین در نمایشگاه، چقدر دلتنگ وطن شده بودین؟ والا بسیار زیاد، چون بیش از 7 سال میشه ما در دیار غربت زندگی میکنم. دیگه تازه آمدیم بعد چند روز تفریح خواستم که دیدار داشته باشم با هموطنان عزیز ما، فامیل ها و نمایشگاه بین‌المللی افغانستان. بسیار عالی. فعلا خینمی هستین طرف از این نقاشی‌های مقبولم زیاد هم تو مقبول نگاه میکنین، کدومش خوش کردین؟ نگفتم اما قصر دانمان زیاد خوش کردم، چون به یک نقشه قبل از اینکه ما دیگه تولد شویم نقشه سابقش هست، چون بازسازی نشده. اون نقشه سابق و همون وقتی که جنگ‌های داخلی ویران شده همون نقشه نقاشی کردن. ما او را زیاد خوش کردم و دیدمش، واقعا لذت بردم و آنقدر ظریفکاری دست دختر خانم‌ها را دیدم که چقدر ظریفکاری کار کردن اینجا. واقعا خوشایند بود. میتونه تصویر بردار شما با تصویر بکشه، بسیار فوق‌العاده است واقعا. بسیار عالی. خوشحال هستیم که شما یک بار دیگه به وطن برگشتین و امروز این نمایشگاه هستین و از اینکه توصیف و تعریف تانشین بسیار خوشحال شدیم. ان شاء الله که موفق باشین. زنده و سلامت باشین. خیر و سلامت باشین. ببینین هموطنای عزیز، کسایی که حتی از خارج از کشور می با چقدر علاقه اینجا میاین، چرا که دلتنگ وطن شدن و میخواین خصوصا از این نمایشگاه دیدن بکنن که امروز هم روز دوم این نمایشگاه است. قسمی که شما در تصویر میبینین جمع و جوش مردم بسیار زیاد هستن. اینجا دو دختر بسیار فعال و موفق هم است که ما میخوایم امروزشان یک صحبت داشته باشم اگر وقت داشته باشد. سلام علیکم، وقتتان بخیر. علیکم سلام، تشکر، همچنان وقت شما بخیر. سلامت و بخیر باشید. نام خدا از بس که ما تو پر انرژی صحبت کردین، من بخی یک انرژی خاص دیگه گرفتم. ممنون جانم. نام زیبایتان؟ اسمم نازنین است. دودی تخلص میکنم و اینجا در شرکت واقچه کار میکنم. نازنین جان عزیزم، تو مثل نامتان نازنین نام هستین. ممنون. سلامت باشین. اینجا چی میشه که در مورد محصولاتتان بگین اینجا که میخواین به فروش برسانین؟ شرکت صنایع دستی واقچه در دو بخش فعالیت دارد، در بخش خانما و در بخش آقایان. ما در بخش خانما انواع ست تکمیل داریم که یک ست ما شامل یک دانه بیگ میشه و یک جوره بود میشه که بودی ما در 4 سایز میباشد، از 37 الی 40. و یک دانه کیف پول داریم که کیف پول ما دارای 3 خانه می باشه، درش تلفن جای میشه، پول کارت بانکی، یک خودش اندازه یک بیگ کار میته. بسیار عالی. امروز روز دوم نمایشگاه است، چطور است فروشات شما؟ الحمدلله، خدا شکر از ما خوب است، چون جنس شرکت واقچه جنس برند است. همین مشتری که میاره خود به خود این جنس ها مشتری به خود جذب میکنه. نام خدا. قیمت های از اینا چند است باز؟ قیمت های اینا چون خودتان میبینین اینا کار دست هستن و چرمی هستن. نظر به می زحمتی که کشیده میشه کدامشان فرق میکنه. درباره قیمت ها بهتون گفتم، کدامشان مثلا نظر به جنس خود، نظر به زحمت خود فرق میکنه. مثلا به این زحمت بیشتر کشیده شده قیمتش کمی بیشتر است، به ایش که زحمت کمتر کشیده شده یک ذره قیمتش کمتر میباشد. هر کدام نظر به زحمتش یک قیمت گذاری میشه که شما قسمی که در تصویر میبینید تمام از اینا نام خدا مقبول هم هستند، با دست هم ساخته شده و بسیار زحمت هم آماده شده. باز قیمت ما نظر عمده و پاچون هم فرق میکنه. اگر مشتری که 1 دانه بخره با مشتری که 10 دانه بخره قیمت تفاوت میکنه، باز مشتری که 100 دانه بخره باز هم تفاوت میکنه. شما دیگه می کارتون چی هست؟ مصروفیتتون چی هست؟ مصروفیت خودم خود در بخش دفتر مرکزی هستیم، بخش فروشات هستیم.
نام خدا. امروز هم دیگه تا که نمایشگاه است اینجا فعالیت میکنین؟ بله جانم. بسیار عالی، انشالله که موفق باشین، فروش خوب داشته باشین. خوشحال هستم که دختر خانم موفق مثل شما در خدمت هموطنای ما است. تشکر عزیز، ممنون. شما همچنان تشکر. اگر در اخیر کدام حرف پیام باشه کمره ما در خدمت. تنها پیام من برای خودم و تمام از طرف خودم برای تمام دختر خانمایی می باشه که در شرایط اما قدرت و توانایی که دارن کوشش کند که دیگه هموطنان ما از اون مستفید شود. مثلا به این نمایشگاه خیلی دختر خانما حضور پیدا کردن و اونا اکرمایشان چیزای تولید نموده که واقعا قابل افتخار تمام جامعه افغانستان و جهان می باشد. سلامت باشین، موفق باشین، وقتتون بخیر. تشکر همچنان. بله هموطنای عزیز، به که ما متوجه یک چیزای بسیار اما تو ظریف مقبول که اینجا گیلاس است، ساعت است، ما متوجه شدم و میخوایم امروز مسئولشان اینجا صحبت داشته باشیم. با اجازه دیگه. سلام علیکم، وقت بخیر. وقت شما بخیر باشه. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ سلامت باشین، بخیر باشین. میشه که در مورد اجناسی که در اینجا هست بر ما یک معلومات بتین؟ درست است. اجناس ما که است تقریبا 50%ش ایرانی است و 50% دیگه هم از تولید خود افغانستان است. بسیار عالی، بسیار نام خدا مقبول. خودتان چطور که تصمیم گرفتین که در نمایشگاه شرکت کنین؟ سالهای قبل هم شرکت میکردین یا که این بار اولین دفعه است؟ نه خیر، سالهای قبل ما شرکت نمیکردم در داخل، اما خودم که برای خریداری میرفتم در خارج از کشور میرفتم در نمایشگاه میشه شرکت میکردم. دیگه بار اول است که در افغانستان ما خودم اشتراک کردم. نظرتون در مورد نمایشگاه چی است؟ چی فکر میکنین مردم چقدر تا فعلا خوب استقبال کردن یا نکردن؟ بله، یک گام بسیار خوب و مثبت است که اینا برداشتن نمایشگاه باید تجدید شود، نه تنها در این عرصه بلکه در عرصه طبابت باشه یا زراعت باشه، دوای طبی و گپا باشه. نمایشگاه معمولا در کل جهان این چیزا برای هر بخش جدا جدا صورت میگیره. یا ما امیدوار هستیم که اینجا در افغانستان هر بخش از خود جدا جدا یک نمایشگاهی داشته باشه تا مردم از او دیدار کنن و بفهمن که تولید وطن ما چیست و تولید بیرون از وطن چیست، خارج از وطن چیست. بسیار عالی. خودتان در کابل مصروف هستین؟ بله، ما در کابل در مکان دکان ما در قاضی پلازا. اینم یک چیزی که من متوجه شدم، اگه بگین که اینم چیست داخل از این هتل‌های خود؟ از هموطنان ما می سوال میکنن ایرا سابق ما از ایران می آوردیم، ایرانی‌ها ایرا به نام برکت آشپزخانه میگن. نام خدا. اطلاع ممکن است یک شبر من شما چرا نه؟ خوب حالی خودش دمینجا هم جور میشه. ما از ایران سابق می آوردیم مگمال یک چیز بسیار ساده است. بوتلکاست که یک رسپان است و سرش به هر شکلی که دیکور کنین پلاستیک گرفته میشه و در داخلش هم مکرونی، ماش، دال نخود، هر چیزی که لازم است. برای دیزاین است دیگه. دیزاین تزیین آشپزخانه، دیکور آشپزخانه است که بسیار عالی. که سابق از ایران میاد، حالا میشه دیگه خودمون میتونیم چیز کنیم. چقدر مقبول است کسایی که دوست دارن میتونن بر دیکور آشپزخانهشان ایره خریداری بکنن و همچنان نگفته نمانه که می تو تابلوهای بسیار مقبول اینجا است. بله، تابلو هم سابق از ایران می آمد همش. حالا این تابلو هم در خود وطن ما جور میشه. با این شکلی که میبینین عین چیز است، ایرانی و افغانی هیچ فرق نداره دیگه، دایم جای افتخار است با ما. دقیقاً. و یک چیز دیگر هم میخوایم ما براتون نشان بدم که اینمی چی هست، برای دیزاین است، برای چیز بسیار مقبول است که گلم کار شده باشه. اگر در تصویر میره پیشتر بر ما بیارین که نشان بدین. این گل است که خود ما جور کردیم. در دکان خود ما گلساز ما جور کرده. گل پشت دروازه است که در پشت دروازه آپارتمان معمولا بند میشه، در دیوار بند میشه، بسیارا بر پشت دروازه میگیرن گلا. بسیار عالی. یعنی تمام چیزایی که در دکانتان هست دیگه برای تزیینات است، اینجا انواع و انواع مختلف دیگه شام اینجا موجود است. همش برای تزیین و دیوار و پشت دری است. بسیار عالی. ان شاء الله که موفق باشین شما. زنده و سلامت باشین. در اخیر اگه کدام حرف پیام باشه کمره ما در خدمت. زنده و سلامت باشین. آرزوی یک صلح و سلامتی در تمام افغانستان. سلامت باشین، شما موفق و بخیر باشین. خب سلام علیکم خواهر عزیز، اجازه خواست که ان شاء الله امروزتون یک صحبت داشته باشین. سلام بر شما، خوب هستین؟ سلامت باشین. نام زیبایتان؟ نام رمزی است. رمزیه جان عزیز، میشه که در مورد لباس‌های مقبولی که اینجا هست و کوتاه در مورد زمین نمایشگاه یک صحبت با ما داشته باشین؟ دیگه لباس‌های گند افغانی است، صنایع دستی است، همه دزدوزی است و خودم دوخته میشن و دیگه بخش کوتاه دراز می باشد برای عروس، برای
دختر خانما. چطور است دختر خانما از این لباس های مقبولی که اینجا هست نام خدا بسیار مقبول آمد انتخاب کردن تا هنوز؟ بله پسند کردن اما باز در قیمت دیگه جور نمیان، نظر به اقتصاد دیگه اقتصاد مردم ما ضعیف است خود میفهمی دیگه به او خاطر زیاد خوش میکنن، زیاد کارتا گرفتین که فرمایشات میدیم. بسیار عالی. چقدر راضی هستی از این محیط از این جای که خودت در همچین شرایط اینجا فعالیت میکنی؟ زیاد راضی هستیم، خوش هستیم دیگه، بسیار زیاد خوش هستیم. امروز هم که روز دوم است، بخیر تا چند روز دیگه که اینجا هست انشالله که فروشات بیشتر داشته باشی. سلامت باشی. خودت در اخیر کدام حرف داری، پیام داری کمره ما در خدمت؟ حرف پیام زنده و سلامت باشین، خوشی نصیب شما، نصیب مردم ما باشه دیگه. انشالله نصیب شما میشه. بخیر باشین. امنیت آرزو دارم به کشور خود دیگه، آرامی مردم خودم میخوایم. سلامت باشین، انشالله موفق باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. بسیار یک دختر خانم خوش سلیقه و مهربان بود که لباسای بسیار مقبول و زیبا را به فروش میرسند. هموطنان عزیز، من اینجا میگردم ببینم که کدام دکان دیگه همراهشان صحبت داشته باشم که نام خدا بسیار جمع و جوش زیاد هستند. همچنان اینجا یک رستوران است که ما میخوایم بریم و همچنان پدر مهربان ما اینجا است، بریم ببینیم که کدام غذاهای مزه‌دار وطنی ما را اینجا داره. سلام علیکم، وقت بخیر. سلام علیکم، زنده باشین، سلامت. سلامت باشین پدر جان. قندم نام خدا پیش رویتان، خودتان خم نام خدا مت یک آدم شیرین زبان هستین، پیش رویتان همه خوردنیای مزه‌دار معلوم میشه. کدام چیزا هست، کدام خوردنی‌ها هست اینجا؟ اینجا قابلی کندوزی است. این غذای ما یک منامی تاکو است، سامبوسه است، یک کلچای وطنی است، پراتا است. اینا رو در خانه آمده کردین؟ بله در خانه آمده کردیم. امروز روز دوم است که اینجا آمدین؟ بله روز دوم است. قبلا در کجا فروشات داشتین؟ ما قبلا در قندوز یک رستوران داشتیم. باز از اینجا آمدیم اینجا در این نمایشگاه شرکت کنیم. اصلا در قندوز غذا میفروشین دیگه؟ رستوران دارین؟ خب امروز در این نمایشگاه اشتراک کردین. چطور است مردم؟ نام خدا بسیار مزه‌دار خب معلوم میشه، من برنامه خلاص و میگیرم مقصد از پیشتان. خب بسیار عالی. چطور است مردم خانما و آقایانی که اینجا میاین ازتان خریداری میکنن یا خیر؟ بله میکنن، خوب هستن. چقدر راضی هستین؟ 50% راضی هستیم. خب بسیار عالی. هموطنان عزیز، کسایی که دور از وطن آمدن دیگه دلتان او نشه که اینا بسیار مزه‌دار هستن دیگه. بسیار تشکر از شما. خواهش میکنم. از اینکه وقتتان به ما دادین صحبت کردین. سلامت باشین. خواهش میکنم از شما. تشکر. اگه در اخیر کدام حرف و پیام باشه کمره ما در خدمت. فقط سلامت باشین، جانبی صحتمندی. سلامت و بخیر باشین. هموطنان عزیز، اینجا یک دختر خانم خوش سلیقه و زیبای دیگه اینجا است. نام خدا هم یه غرفه که گرفته و فکر کنم اینجا فعالیت میکنه. سلام علیکم، با اجازه دیگه یک صحبت امروزتون داشتم. سلام علیکم، وقتتان بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. نام زیبایتون؟ نام زیبایم هیلا موسکا است. جان؟ هیلا موسکا. بسیار عالی. نامتان بسیار مقبول است. میشه که در مورد محصولاتتان اینجا کوتاه بر ما معلومات بدین؟ خب محصولات ما که از دو ولایت است، یکی ولایت قندهار است، یکی از ولایت ننگرهار است. یعنی یک خانه که میبینید خودتان از ولایت قندهار آوردیم که همش دوزیم باشه، در خانه میدوزیم، کارگاه داریم. و این محصولات ما که از ننگرهار، مثلا محصولات ما که چای می باشه، زیتون می باشه، زیتون دو نوع است، یکی زیتون قندهار است، یکی زیتون جلال آباد است. و عسل که می باشه 6 نوع عسل می داشته باشیم که عسل بدخشی، پلوس، بیره بهترین که عسل باشه. و دیگه که است ما دو نوع گل داریم، یکی گل مساله دار می باشه، یکی گل ساده نشکر دار است. و دیگه محصولات ما است که مثلا روغن پنبه‌دانه می باشه و دیگه محصولات دوزی خانما می باشه. این نام خدا لباسای مقبول هم اینجا دارین؟ ولی به خاطر خود دخترای خانم مثلا ما زیبا میزیم، مثلا همش دوزی می باشه، ما خود ما در کارگاه می دوزیم. بسیار عالی. پیش از اینکه در این نمایشگاه بیاین خودتان مصروف چی کار بودین؟ خب پیش از اینکه بود در خانه کار میکردیم. نمایشگاه وقت نمی‌فهمیدیم که نمایشگاه بیاریم. چند سال میشه که به خاطر نمایشگاه ما داشتیم وقت بود در خانه مثلا به مردم کالا میاردن، بر زونا میدوختیم. حالا کس در نمایشگاه ها شرکت میکنیم، قرارداد میگیریم. بسیار عالی. چقدر توجه مشتری ها را جلب کردین کسای خانم‌ها و آقایانی که اینجا میاین؟ خب ما که است بازار که است فعلا مثلا کم رنگ شده، بازار نسبت به پیش که است بازار کم رنگ شده. خب مثلا مردم میان بای میکنن، میبینن وقتی قیمتش میبینن پس میرن، مثلا واسطوان ندارن. خب بازم خوب است، شکر خدا. شما انشالله که موفق باشین. خوشحال شدم از دیدنتان.
همه تو ادامه بتین انشالله که به قله های بلند موفقیت هم میرسین. سلامت باشین، بخیر باشین. هموطنان عزیز، من اینجا هستم در نمایشگاه نام خدا. همونطور که پیشتر هم گفتم جمع و جوش مردم بسیار زیاد است دیگه. من میبینم که باز دیگه قرار است کدام چیزای زیبای دیگر به شما هموطنان عزیز به نمایش یک جا بگذاریم. سلام بیادر خدمت شما. و علیکم سلام خدمت شما و بینندای عزیز. خدا نام زیبایتان؟ مطمئن باشید. نام ما زلگای زلاند است، یکی از کارمندای شرکت صنعتی امین نور است. بسیار عالی. ما که اینجا آمدم زرنج میگین برش موترم اونجا است نه؟ میشه که در مورد از زمینا بر ما معلومات بتین که نام خدا امروز شما در نمایشگاه اشتراک کردین؟ تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. ما فابریکه ما در مزار شریف موقعیت داره. یکی از فابریکای تولیدات صنعتی است. تولید بطری، موتر و دیگه ماشینالات و آهنباب چودنی ما تولید داریم. صاحب از اینا هم دیگه خودتان هستین؟ بله. میشه که یک معلومات بتین بر ما؟ ساختمانش کاملا جدید معلوم میشه. چی خوب است که بر ما یک معلومات کوتاه بتین؟ ما 11 قسم موتر تولید کردیم. بسیار عالی. نام که 3 قسمش اینا شما میبینین، 3 قسمش اینجا آوردیم. موترهای ما برقی و ماشینی است. برقی موترهای برقی ما که است بطری میخوره، 4 بطری، 5 بطری. بطریایش باز تقریبا یک دفعه که چارج شوه تا 60 و 70 کیلومتر راه میره. و دیگه ماشینایش انجینیش که هست انجین 300 سی سی داره، لیلیتر دار. انجینایش هم قوی است. بسیار عالی. اینمی موتر ما بسیار خوشم آمده. میشه که بر ما نشان بتین؟ خودتان بفرمایید دیگه که از ما که بیشتر معلومات دارین. درست است، کدام نیست. بالا شد. شما بالا شد. خب من راننده باشم یا شما هستین؟ این موتر برقی دیگه بالا شدیم. بسم الله. خب باش که هم کلیش روشن میکنین حاله؟ روشن میکنیم. خب هموطنای عزیز باش که کلیر بیارن که نام خدا همت یک موتر فوق العاده است که کده زیادم کابل بره دیگه چقدر خوشایند است. شما قسمی که میبینین ساختار از این موتر بسیار یک چیز جدید و یک چیز بسیار عالی و مقبول میباشه. بیادر ما رفتن که کلی موتر بر ما بیارن دیگه. ما امروز رانندگی میکنم باش که چی میشه بخیر. اینه بیادر ما آمدن. بسم الله. سواری هم بسیار دارن دیگه نه خدا. هموطنای عزیزی موترها خوش داره. واقعا بسیار مقبول هم است. سرعتش چطور است؟ سرعتش خوب است. بعد نیست اینجا خوب نمایشگاه است، نمیشه که حالی تیز بریم. شما بیننده باشین که چقدر نام خدای موتر مقبول است. ساختارش موتر برقی است و کاملا یک چیز بسیار عالی و جدید می باشه. من در داخل موتر هستم، دور و بر نمایشگاه را چکر میزنیم. از این موترها با چند رنگ با شما ساختین؟ این 11 قسم موتر ما داریم. نام خدا بی‌مبارک هم زیاد است ولی ما دیگه موتر میره دیگه. موتر برقی است. نام خدا بسیار هم راحت، بسیار خوشایند است. واقعا افتخار ما هستن. ما دیگه حالا بخیر کجا میریم؟ هر جایی که شما میرین ما میرسانم شما رو. ما دیگه دور و بر نمایشگاه را چکر زدیم با این موتر برقی. بسیار خوشحال شدم از دیدن شما. شما خودتان افتخار هستین بر ما. تشکر، زنده باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. حالا ما چی میگن؟ سواریتان شدم برم اینجا پایین میکنین یا اون طرف میبرین؟ هر جایی که شما میرین همونجا ما پایین میرین. نه دیگه اینجا سعیس من اینجا پایین میشه. بسیار تشکر از اینکه من اینجا رساندین. خیر ببینید. سلامت باشین، بخیر باشین. بیادر. بله هموطنای عزیز، بسیار یک موتر عالی
واقعا موتر گفتن موتر برقی است. واقعا بسیار من خوشم آمد دیگه، فوق العاده است دیگه، حرف نداره دیگه. من چه قسم براتون توصیف بکنم. هموطنای عزیز، اینجا لباس ها بسیار زیاده است. میگه دخترها در هر جایی که باشه چشمشان به لباس میخوره. ما هم اینجا چشم به لباس خورده که بسیار لباس های مقبول زیبا داره. میخوایم برو برایش صحبت کنیم که قیمت از این لباس های مقبول چند است. در این نمایشگاه لباس های مقبول آورده، بخی نمایشگاه زیبا و زیباتر شده دیگه. سلام علیکم بیادر. سلامت باشید، بخیر باشید. نامتان؟ اسم عبدالصبور است، مسئول عمده فروشی رویای عروس. مسئول عمده فروشی رویای عروس. نام خدا لباسا خیلی زرق و برق میکنه، یک مقبولی خاص داره. چطور که خواستین به این نمایشگاه خودتان اشتراک بکنین؟ تشکر از اینکه تعریف لباس ما را کردیم. به خاطر از اینکه به نمایشگاه آمدیم که لباس ما را هموطنای عزیز ببینن که ما قسم لباس های متفاوت داریم به خاطر عروسی، مثلا نکاح، شیرینی‌خوری و محافل دیگر. بسیار. خودتان دیگه دکان دارین؟ بله دکان داریم و 3 نمایندگی داریم. همین لباس ها را از چین خود ما تولید میکنیم. اونجا کارخانه داریم، 40 نفر کارگر داریم. اونجا به فضل الله اونجا کارگر است و لباس اونجا تهیه میکنیم، به افغانستان وارد میکنیم. و اینجا 3 نمایندگی داریم به تمام ولایت‌های کابل مال توزیع میکنیم. بسیار عالی. چطور که تصمیم گرفتین خودتان در این نمایشگاه اشتراک کنین؟ آمدیم به خاطر از اینکه هموطنان ما آگاه شوند از اینکه لباس‌های مقبول ما داریم و با قیمت‌های مناسب میتونن که از ما بگیرن. و این لباس‌ها مثلا در پرچون با قیمت‌های 35,000 30,000 است و مشتری عزیز ما میتونه که از ما با قیمت‌های مناسب مثلا 6,900 7,900 به این نرخ‌ها به دست بیاورن. یک تخفیف بسیار خوب گذاشتن. واقعا لباس‌های بسیار مقبول است، هم برای همراه و هم برای عروس خانم‌های عزیز. لباس سبز، سفید و همچنان تاج‌های بسیار مقبول اینجا موجود میباشند که اینا هم دیگه فعلا اینجا قسمی که شما میبینین هم مصروف کار هستن. بسیار تشکر از شما که وقتتان به ما دادین. تشکر از شما که شما آمدین همراه ما صحبت کردین. تشکر شما، وقت خوش. سلامت و بخیر باشید. و همچنان تشکری میکنم از تمام شما هموطنان عزیز که امروز بیننده این برنامه بودین. ما امروز اشتراک کردم همچنان در این نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان ما که شما شاهد افتخارات زیاد از افغانهای ما بودین. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه های بعد و دیدار بعد، بدرود.